کارمند میلیسا هنگام بازپرسی گروهی از جوانان در 5 دقیقه بیش از 50 بار از حقارت و ژارگون‌های خاص عالم جنایی استفاده کرده است. این کارمند میلیسا پس از پنهان شدن ثبت صدایش در پی بازداشت شرکت‌داران جشنواره هالی در دوشنبه ماه می سال 2016 رسانه‌ای شد، محض به خاطر درشتی و الفاظ قبیحش از وظیفه برکنار شد. اما یک همصحبت رادیو آزادی روزی 21 نوامبر بر رادیو آزادی گفت این حادثه باعث شد در کدکس آداب کسبی کارمند میلیسیا بند منع استفاده از ژارگون عالم جنایی در گفتار با ساکنان وارد شود. کدکس آداب کسبی کارمند میلیسیا که اول سال روان تهیه و از جانب رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تصدیق شده است، تازه برای استفاده میان کارمندان شعبه کارهای داخلی در سراسر کشور پهن شد. یک کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که در تهیه این کدکس سهم داشته است بر رادیو آزادی گفت وقتی ثبت صدای پر از تحقیر کارمند میلیسا پهن شد و هنگام تهیه کدکس وزیر کارهای داخلی با اشاره به این حادثه تاکید کرد که باید زبان کارمندان اصلاح شود. در بند از این کدکس گفته می شود کارمند میلیسایی که در نتیجه عملی نمودن فعالیت اپراتیوی جستجوی لکسیکون جنایتی را می آموزد نباید زبان مخصوص و علامت‌های جنایتی این گروه آدم‌ها را در معاشرت با همکسبان و شهروندان استفاده نماید. همچنین در این کدکس گفته شده است که کارمند نباید ریش ماند، موی سرش را تراشد و در تن خالکوبی کند. اینچنین طلب می شود که با ساکنان خوش معامله باشند، به درشتی و متکبری، ایرادگیری بیادبانه، عیبدارکنی غیر قانونی، لقمه پرتایی های تحقیر کننده در کار خود راه ندهند.